ممکنه اگه کس دوزاری باشی پسره که میان حالا مثلا اون چیزی که میخوایم بهتون بدن، تو همون دیت اول تو میای به پسر میگی آره من مثلا فلان خرجو دارم، فلان چیزو دارم، فلان کارو میخوام بکنم، پسرم حوصله خیلی مخ زدن نداره، میاد اونو بهت میده، یه شب میکنه تو میره. دنبال بیشتر از اون نباش، فکر نکن کسگیرش میکنی حالا شب اول یه سکس خفنم بهش میدم این دیگه مثلا پابند من میشه، عاشق من میشه. نه عزیزم، نه فدات شم، از این خبرا نیست. چیزی که ریخته کس. و خیلی وقتا میدونین دخترها فکر میکنن که دیگه همین که این کسه رو داره، همین که خوشگله، همین که لبندن دیگه کافیه. رو مغزشون، رو زندگیشون، رو مستقل بودنشون، رو اون چیزی که خودشون میتونن بیارن توی اون زندگی واقعا هیچ فکری نمیکنن. فقط دنبال اینن که یه پسر فقط به خاطر اینکه صرفا کس خوبیه خرجشونو بده. توی این ویدیوها میبینیم مثلا میگه که من پسری میخوام اینو داشته باشه، بلایند دیت، تو مثلا بلایند این کارو بکنه وگرنه کنسل. خب خودت چی داری؟ من خوشگلم دیگه، من فقط یه کس خوبم.